یه جوونی اومده بود همین چند وقت پیش من، گفت من حاج آقا 22 سالمه، هنوز 22 سالم شروع نشده، 21 سالم تمومه. گفت از 18 سالگی تا 21 سالگی که الان من خدمت شما هستم، از 6 ماه قبل اگه بهتون بگم در طول این 3 سال بیش از 1000 زنا کردم، دروغ نگفتم. سرمو گرفت. ای وای چه میکنن بعضی ها با خودشون. میدونید رفقا، جوان ها، شما که پاکید، شما که آقایید، من یه مثال میزنم که ببینید چه زمانه بدی و خطرناکی داریم. بیدار بشید. امروز بیدار نشید، امشب بیدار نشید، به خدا فردا دیره. به خدا فردا دیره. شما نگاه کنید قدیمی های ما، پدر بزرگای ما، مادر، مثلا پدر بزرگ من 80 سال عمر کرده. این 80 سال عمر پدر بزرگ منو وقتی بریزی تو آب میگیری، میبینی تمام گناهانش به 2 سال نمیرسه. این آقا 3 سالش بیش از 1000 زناست. لذا در آخر زمان داریم عمرا کم است اما حجم گناهان زیاد است. مثلا طرف 20 سالشه، 5 ساله به تکلیف رسیده، اما تو این 5 سال به اندازه 50 سال گناه کرده. اینجوری. بعد گفت 6 ماه دیگه دست برداشته. گفتم چطور دست برداشت؟ سخنرانی گوش کردی؟ گفت نه. روزه رفتی؟ گفت نه. کتابی خوندی؟ گفت نه. آخه چی شد یهو دست برداشتی تو که اینقدر تو لجن بودی به قول خودت؟ گفت آقا ببخشید من سید اولاد فاطمه هم هستم. گفتم تو مادرت فاطمه است؟ تو مادرت زهراست؟ و این همه گناه؟ گفت خانواده ما خانواده متمولی هن. پدرم دکتره، مادرم هم داروسازه، منم تک پسرم، یه ماشین خیلی خوب زیر پام، یه واحد ساختمانی هم برام گرفتن که زن بگیرم. هی دول میدم این پدر و مادر. پدر مادرش هم من شناختم، بسیار بسیار آدمای محترم. اما این بچه کار به اینجا رسید. گفت یک شب حاج آقا که 2-3 تا گناه و عمل زنیه برگشته بودم، دیدم حالم خیلی بده. شرابم خورده بودم، آخر شب ساعت مثلا 1 و 2 آمدم منزل، دیدم حالم خیلی بده. در که زدم مادرم گفت کجا بودی؟ با مشت زدم تو سینه مادرم، برو کنار، من امشب حالم بده. میگفت خیلی با حال بد رفتم توی اتاقم خوابیدم و در بست. افتادم توی بستر و دیدم که انگار مرگو دارم با چشمام میبینم. فهمیدم دارم سنکوب میکنم، زیادی خورده بودم. گفت خلاصه نمیدونم چی شد خوابم برد. یه وقت احساس کردم یه آقای رشید بزرگ بلند مرتبه خوشگل، به زیبایی این مرد من ندیده بودم، آمد بالا سرم. گفت تو عالم رویا نمیدونم چرا گفتم یا ابوالفضل. بعد فهمیدم عباس. گفت با مشتش خوابون تو سینه من، گفت سید خجالت بکش، تا کی میخوای ادامه بده؟ بسته دیگه. میگه از خواب بلند شدم، پریدم بالا، دیدم کسی نیست، اما قفسه سینم خورده. بعد دگمه هاشو باز کرد، گفت کبودی رو سینم رو ببین حاجی، این مشت عباس رو سینه من. بدنم لرزید. دیدم اذان صبح میگه.
حالت تهوع گرفتم، رفتم حالم به هم خورد، رفتم حمام، خودم رو آب کشیدم، دهنم رو آب کشیدم، زیر دوش زار زار گریه کردم. گفتم عمو عباس حالا که آمدی ای بی دست منم بگیر. گفت حالا هر چی تیرس گناه میخوام برم یاد اون نهیب عباس میفتم. بس نیست اینقدر گناه کردی؟ خجالت بکش، بس دیگه. حالا من یه سوال از شما دارم، حتما باید مشت از عباس بخورید؟ حتما باید ابوالفضل بیاد یه سیلی تو صورتمون بزنه؟ خب جوان‌ها یه جوری عمل بکنیم که شب که خوابیدی عباس بیاد بگه آفرین، باریکلا پسرم، باریکلا، باریکلا، میتونستی گناه کنی گناه نکردی، آفرین بر تو. چرا آدم سیلی بخوره از عباس؟ چرا مشت بخوره؟ چشاتونو باز کنی. خدا خیلی مهربون، خدا دنبال بهانه میگرده ببخش. به کاه راضیه، به کاه راضیه. اگه کسی همینطوری بگه یا الله، رو شوخی هم بگه یا الله، خدا به ملائکه میگه درسته داره شوخی میکنه بازی در میاره، اما مگه چند تا الله هست؟ شوخش هم جدی بنویسی. من رو صدا میزن.